بعضی ها میگویند، مسلمان ها میگویند اشهد ان لا اله الا الله، یعنی شهادت میدهم خدایی جز الله نیست. اما شهادت یعنی دیدن. مگر آنها خدا را دیدند؟ معلوم است که ندیدند. پس مسلمان ها از همان اول مسلمانی دروغ گویند. اگر به فرهنگ‌های لغت معتبر عربی نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که در زبان عربی شهادت از ریشه شهده گرفته شده است و درست است که به معنای دیدن است، اما برای گواهی دادن، تصدیق کردن یا حاضر بودن هم استفاده می‌شود. جالب است که در جوامع مسیحی فردی که به مسیح ایمان آورده، داستان ایمان آوردن خود را شهادت می‌نامد. من کیانوش هستم، 24 سالمه. امروز میخوام شهادتی از زندگی خودم براتون بگم. میبینیم که اینجا هم شهادت به معنای گواهی دادن و تصدیق ایمان است. در کتاب مقدس هم نمونه هایی وجود دارد که شهادت به معنای دیدن با چشم سر نیست. مثلا در رساله اول یوحنا میخوانیم و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده و این حیات در پسر اوست. و یا در رساله پولس به رومیان هم می‌خوانیم و روح خود با روح ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خداییم. همانطور که می‌بینیم در این نمونه‌ها شهادت به معنای با چشم دیدن نیست.